دنیا طلبان در غم دنیا مردن، دنیا طلبان در غم دنیا مردن، ایمان طلبان جان به سلامت بردن. روز سعید جمعه به همت مبارک باشد دوستان عزیز. در بیابان مثل شیر و در سفر مردانه باش، شیوه مردی نداری مثل زن در خانه باش. لقمان حکیم به پسرش گفت گوش انداز پسرم، وقتی که سری چی نمود طعامی باشد نخور. خودت خوردی سگ خورد، همسایه‌ات خورد خودت خوردی. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار نفرها با ما خواهش کردند که یک دعای نیک، البته یک دعای نیک بهری کل برادران و کل مادران و کل پدران، خواهران و اپاها و برادران، البته دست به دعا می‌بردار و ما دعا میکنیم در خانه خدا در این نماز بامداد. خدایا خداوند پاک و پروردگار ملت مرا، تاجیک مرا و مسلمانای روی دنیا را به نصیب نگردانه. کسانی که بی فرزندند، فرزند طلبند، این میوه شیرین ترین حیات براشان نصیب بگردانی. پاک و پروردگارا خدایا خداوندا ما در کار و بار ما برکت عطا کنی، برکت دنیایی را ایتار سری ما تاجیکا بریزانی. خدایا خداوندا پاک و پروردگارا کسانی که دعا طلبند در این وقت اجابت دعاست، دعا میکنیم خداوند بزرگ پاک و پروردگارا هر گناهی که از ما میگذرد معاف کنی و پاک و پروردگارا برآمدن جان ما را آسان بگردانی. در این روز محشر شرمنده ما نکنی پاک و پروردگارا خدای و خداوندا. الله بزرگ یا الله یا الله یا کریم یا رحیم خداوند بزرگ تشکر منو کشاده کنی و همه وقت در حرمت هم دیگر باشیم. ملتی مرا به هم دیگر مهر محبت باشد، دوستی باشد، رفاقت باشد. ای خدای و خداوند پاک و پروردگارا و بیمارامون شفای کامل عطا کنی و پاک و پروردگارا مادرای ما را همیشه در بالای سرمان، پدرامون همیشه در بالای سرمان سایبان باشد. خدای خداوند پاک و پروردگارا هر گناهی که از ما میگذرد ببخشای. خدای خداوند لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای محمد رسول برحق به حرمت حبیبت خداوند بزرگ پیش کار ما را کشاده کنو در نزد دوست و دشمن احسن خدمت بی رحمت که ارحم الراحمین. الله اکبر.